به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و درود بی پایان همدیاران عزیز و زبان آموزان محترم. درس هشتم است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف G. garden 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 got 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 gold 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 grass grass. خب گاردن به زبان تاجیکی باغ، گاردن باغ. گوت بز، گولد طلا، گراس علف. شاید در ذهن زبان آموز سوال پیدا شود که چرا این حرف G آواز G را دارد، J، ولیکن در اینجا همه کلمه ها تلفظ G را دارد. حرف G وقتی که بعد از Y حرف I E Y I E Y آید، در آن صورت G تلفظ می شود. در غیر این سه صورت G تلفظ می شود. این رو در درس های آینده باز با شرح مفصل خواهیم گذشت. این بود درس هشتم. تا درس نوبتی، خدا حافظ.